اگه رشته پلو دوست نداری حتما این روش رو امتحان کن. اول سینه مرغ رو نگینی خورد میکنیم، بعد ادویه‌های گفته شده، آب لیمو، زعفرون و کمی روغن مایع بهش اضافه میکنیم و میذاریم 1 ساعت استراحت کنه. بعد از 1 ساعت که کاملا استراحت کرد با روغن مایع اون رو تفت میدیم. بعدش زرشک و کشمش رو بهش اضافه میکنیم. بعد اینکه کاملا پخته شد دارچین و هل رو بهش اضافه میکنیم و باز تفت میدیم. و بعد برنجی که از قبل خیسوندیم و به آبی که به جوش اومده اضافه میکنیم و بعدش رشته ها رو بهش اضافه میکنیم و سریع بعد از چند ثانیه اونو آب کشی میکنیم تا خمیر نشه. بعد تهدیگ مورد نظرمون رو میذاریم و در آخر یه قاشق کره روی برنجمون میذاریم تا خوشمزه بشه.